چرا اکثر تریدرها ضرر میکنن حتی وقتی تحلیلشون درسته ها؟ حالا باش فکر کردی؟ حالا شده معامله رو باز کنی، تحلیل کنی، تو جهت تحلیل تو پیش بره، یعنی همه چی اون جوری که تو میخواستی پیش بره، ولی باز با این حال با ضرر از اون معامله خارج شی. حالا یه همچون اتفاقی برات افتاده؟ اگه تو مشکلت ایناست تبریک میگم، مشکلت تحلیل نیست. مشکل اینه که تو فکر میکنی همه چی تو بازار مالی به تحلیل ختم میشه، ولی بازار مالی سه داره، فقط تحلیل نیست. چون ما فکر میکنیم تحلیلمون باید درست باشه، میریم سبک‌های مختلف رو یاد میگیریم، میریم پرایس اکشن یاد میگیریم، البروس یاد میگیریم، جن یاد میگیریم، اندیکاتورهای مختلف رو خریداری میکنیم، ولی باز هم هیچ کدوم جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ لیست من چون بازار از سه زده: یک، تحلیل تکنیکال، دو، مدیریت ریسک و سرمایه، سه، روانشناسی بازار. روان تو در این بازار لحظه ای که داری وارد معامله میشی تو چه حسی هستی؟ تو چه حالی هستی؟ از بازار تشکیل شده از سه زده: تحلیل تکنیکال، روانشناسی بازار و مدیریت ریسک و سرمایه. خب تا اینجا فهمیدیم که بازار سه تا زده داره. پس چرا بیشتر آدم ها ضرر میکنن؟ اکثر آدم ها توی این سه زل نمیتونن خودشون رو کنترل کنن. یا تحلیلشون درسته، تارگت میره و به طمع تارگت بیشتر، یا نداشتن استراتژی دقیق دوباره اون معامله رو به ضرر میبندن، یا میگن بعد از 2 تا الی 3 تا معامله که اتفاق افتاده میگن معامله ما ضررده بوده، برای همین استراتژیشون رو عوض میکنن، استراتژی‌های مختلف رو امتحان میکنن و میافتن توی لوپ ضرری که اصلا غیر قابل جبرانه و حساب از دست میدن، یا در خوشبینانه ترین حالت بعد 6 ماه میبینن هیچ اتفاقی برای حسابشون نیفتاده. یعنی حساب نه بیشتر شده نه کمتر شده، هیچ همونجاست. از اگه خیلی خوششانس باشن و مدیریت ریسک سرمایه رو رعایت کنن و بدونن که حداقل توی این بازار یک قانون بیشتر نداره. قانونش اینه که این بازار میگه که جوری بازی کن که زنده بمونی، بعد از این که زنده موندی بهت سود میدم. اگه یکی از این سه تا ضعیف باشه، یکی از این سه زل، تحلیل و مدیریت ریسک و روانشناسی بازار تو ضعیف باشه، اون حسابو دیر یا زود تو کال میکنه. پس وقتی که تو این بازار زنده بمونی، این بازار مجبوره به تو سود بده. حالا یه سوال، پس کنیم ما یه دونه استراتژی معاملاتی وین ریت 50% داریم. 50% وین ریت یعنی چی؟ یعنی اینکه از هر 100 معامله 50 معامله ما درسته و 50 معامله ما غلط. اگر قرار باشه ما در این 100 معامله یک از دست بدیم هر بار که میبازیم و 3 ببریم، میبینی که در بلند مدت اگر 50% غلط باشه، وین ریت 50%، یعنی 50 تا بازی ما غلط باشه، ما 50 تا یکی از دست دادیم، ولی در ازاش 50 تا 3 تا بردیم از این بازی. و میبینی که در یک بازی بلند مدت ما به جای اینکه درست 50% ضرر کردیم ولی 150% هم سود کردیم و اینجوری میشه که بالانسمون در بلند مدت میتونه به سود تبدیل بشه. این یکی از معجزات مدیریت ریسک و سرمایه است. بازار از پیشبینی آینده به من و تو پول نمیده دوست من. بازار از تمرکز و نظم پولش میاد. بازار به کسی پول میده که روی یک استراتژی به صورت منظم و مدون داره کار میکنه و ایرادات اون استراتژیشو میگیره. بازار به کسی پول میده
که طبق پلنش رفتار میکنه، نه طبق پیشبینی آینده قیمت. بازار به کسی پول میده که میتونه خودش رو کنترل کنه. یکی از بزرگترین اشتباهات رایج معامله‌گرا و آدمایی که تازه به این بازار اومدن اینه که خیلی 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 به محض اینکه عصبی میشن، تو همون بخش روانشناسی معامله به محض اینکه عصبی میشه حجم معامله رو بالا پایین میکنه. یه صدم لات میزنه میاد یه رهم میزنه، یه لات میزنه. وقتی اعصابش به هم میریزه حجم مارجینی که داره توی معاملات بعد بیشتر میکنه و این باعث میشه که معامله های بعدیش اگر قرار ضرر باشه حجم بیشتری رو ضرر بده و این باعث میشه که به زودی زود اون ولد از بین میره و بازار مالی میشه کلاهبرداری. پس یه کاری کن، به جای اینکه هر هفته استراتژی تو عوض کنی، خب بیا استراتژی کار کن. کسی که هی تغییر مسیر میده توی لوپ ضرر میفته. لوپ ضرر کشنده است سیستم. تو دیر یا زود از یک بازاری حذف میشی، برای همیشه این بازار رو به عنوان کلاهبرداری ترین بازار دنیا ترک میکنه. خب اگه بخوام یک نکته پایانی بهتون بگم برای کل این ویدیو اینه که بازار به پیشبینی آینده سود نمیده. به استمرار و تکرار و نظم در یک برنامه استراتژی سود میده. یعنی تا اگه یک ماه یک استراتژی مشخص و مدون داشته باشی و روی اون تکرار داشته باشی سود میگیری. تو از پیشبینی آینده سود نمیگیری، تو از مدیریت ریسک و مدیریت معاملات سود میگیری. خوشحال شدم که این کلیپ همراه من بودی. من محمد رضا مخبریانم و اینجا کانال یوتیوب منه. اگه دوست داشتی راجع به استراتژی های مختلف و مدیریت سرمایه داشته باشی و این کلیپ رو دوست داشتی حتما منو سابسکرایب کن و به دوستاتم معرفی کن. ممنون میشم. خدا نگهدار.